خدا. سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با ما همراه باشید تا در این فیلم آموزشی ضرب اعداد اعشاری رو با همدیگه یاد بگیریم. ما اعداد اعشاری رو به 4 روش میتونیم ضربشون رو انجام بدیم. روش چهارم یا روش آخر، همین اول اونو توضیح میدم، تبدیل به کسره. ما میتونیم اعداد اعشاری رو به کسر تبدیل کنیم و همونجا ضرب انجام بدیم و تموم شد، رفت به کارش. مثلا اینجا ما میتونیم 4 رو به این صورت بنویسیم، به جای ضرب در 8 به صورت اعشاری تبدیلش کنیم به کسر. یعنی این شکلی 4 8 میشه 32 تا، حالا این میشه 32 دهم. 32 دهم برابر با 3/2. پس این روش تبدیل به کسر همیشه هم جواب میده. منتها چون اینجا ما دیگه میخوایم یک روش های جدیدی رو یاد بگیریم، من این تبدیل به کسر رو دیگه بهش اشاره نمی کنم. اینو ما در فصل های گذشته یاد گرفتیم. خب اولین روشی که ما میخوایم یاد بگیریم به کمک رسم شکل هست. گفته که ضرب عدد صحیح در عدد اعشاری. ببینید بچه‌ها، اگه یادتون باشه من گفتم هر کسی که فصل اعداد کسری رو به خوبی یاد بگیره در فصل اعشار هم مشکل آنچنانی نخواهد داشت. ما گفتیم در فصل کسرها زمانی که یک عدد صحیح رو در یک کسر ضرب می‌کردیم، اون رو به صورت تا میخوندیم. این هم دقیقاً به همون شکله. زمانی که یک عدد صحیح رو مثل اینجا 4 رو در یک عدد اعشاری مثل 8 ضرب میکنیم، ضربمون رو به صورت تا میخونیم. یعنی ما باید به اندازه 4 تا 8 از این شکل رنگ کنیم. خب واحد رو برامون نمایش داده، شکل ما 10 تایی هستش. پس من شروع میکنم 4 تا 8 رو رسم میکنم، رنگامیزی میکنم. در واقع این یه دونه 8 1 2 3 4 5 6 7 و 8. اینی که الان من اومدم رنگامیزی کردم داره یه دونه 8 رو به من نشون میده. خب میرم سراغ رنگ بعدی، با یه رنگ دیگه یه دونه 8 دیگر هم رنگامیزی میکنم. 1 دهم، 2 دهم، 3 دهم، 4 دهم، 5 دهم، 6 دهم، 7 دهم و 8 دهم. تا اینجا شد 2 تا 8 دهم. من 2 تا 8 دهم رو تا اینجا رنگامیزی کردم. برم سراغ یه رنگ دیگه. 1 دهم، 2 دهم، 3 دهم، 4 دهم، 5 دهم، 6 دهم، 7 دهم و اینم شد 8 دهم. تا اینجا من 3 تا 8 دهم رو رنگامیزی کردم و رنگ آخر هم، حالا اینو رنگش رو تغییر بدم من، مثلا این رنگی. خب باز به اندازه 8 دهم باید رنگامیزی کنم. 1 دهم، 2 دهم، 3 دهم، 4 دهم، 5 دهم، 6 دهم. میرم سراغ شکل بعدی، 7 دهم و اینم شد 8 دهم. حالا به طور کلی به شکلم نگاه میکنم. من اینجا 3 تا واحد کامل دارم و به اندازه 2 دهمم از این واحد اعشاری رنگامیزی شده. خب این رو که بخوام به صورت یک عدد نمایش بدم برابر میشه با 3/2. پس ما برای ضرب یک عدد صحیح در عدد اعشاری از این روش کمک میگیریم. اون عدد صحیحمون میشه تعداد رنگ ها و عدد اعشاریمون هم میشه چیزی که باید رنگ کنیم در هر دفعه. این از این. حالا بعضی وقتا میخوایم یک عدد اعشاری رو در یک عدد اعشاری دیگه ضرب کنیم. ما در فصلهای گذشته ضرب مساحتی رو یاد گرفتیم که در ضرب مساحتی یکی از اعداد رو، بزرگتره رو به عنوان طولمون در نظر میگیریم، کوچیکتره هم به عنوان عرضمون در نظر میگیریم. مثلا تو فصل کسرها یاد گرفتیم زمانی که 1 و 8 دهم رو میخوایم ضرب در 1 و 3 دهم کنیم، یه دونه مستطیل براش رسم میکردیم. حالا من اینو یه خورده بزرگتر بکشم که بتونم راحت‌تر روش توضیح بدم. یه مستطیل رسم کردیم و میگفتیم اینجا طول ما از 1 و 8 دهم تشکیل میشه. یک واحد کامل، این یک واحد کامل، اینم مثلا 8 دهم. خب عرضمون هم از یک عدد صحیح و 3 دهم تشکیل میشه. اینم مثلا به این صورت رسم میکنیم. این میشه یک عدد صحیح، اینم میشه 3 دهمه. خب بعد می اومدیم هر خونه رو جداگانه محاسبه میکردیم. این میشه 1 ضرب در 1، یکی میشد 1. این میشد 1 ضرب در 8 دهم که برابر با 8 دهم. این یکی میشد 3 دهم ضرب در 1 که برابر بود با 3 دهم.
آخری هم میشد 8 دهم ضرب در 3 دهم که برابر میشد با 24 صدم. خب بعد آخر سر همه این خونه ها رو با هم دیگه جمعشون میکردیم، میگفتیم 1 به اضافه 8 دهم به اضافه 3 دهم به اضافه 24 صدم. بعد مخرج مشترک میگرفتیم و این کار رو انجام میدادیم. حالا مثلا اینو میخواستیم انجام بدیم به این صورت میشد: 1 رو که داشتیم 80 به اضافه 30 میشد 110، با این میشد 134. پس این میشه 1 و 134 صدم. خب حالا همین 134 صدم رو باز 2 مرتبه ما به حالت درستی تبدیلش میکنیم که میشه 2 و 34 صدم. خب اینو پس داشته باشید. ما تو فصل کسرها اینو یاد گرفتیم. حالا در فصل اعداد اعشاری ما همین رو به صورت اعشاری این دفعه می نویسیم. یعنی اینجا ما 1 و 8 دهم رو داریم، این میشه یک عدد صحیح ما. اینم اگه بشمارید 1 2 3 4 5 6 7 8، اینم میشه 8 دهممون. خب حالا این طرف پایینتر 1 و 3 دهم، این میشه یک عدد صحیحمون، اینم میشه 3 دهم. خب حالا کافیه که هر خونه رو به طور جداگانه در همدیگه ضرب کنیم و اینا رو محاسبهش میکنیم. الان من اینا رو به این صورت رسم میکنم که بدونیم خونه هامون جدا از همدیگه هستن. این خونه برابر میشه با 1 ضرب در 1 که میشه 1، این میشه 1 ضرب در 1 ضرب در 8 دهم که میشه همون 8 دهم. این یکی پایینیه برابر میشه با 1، طولش رو نگاه کنید 1، عرضش هم 3 دهمه، 1 ضرب در 3 دهم که میشه همون 3 دهم، و این کوچیکه هم برابر میشه با 8 دهم ضرب در 3 دهم که این رو اگه بخوایم محاسبه کنیم 8 تا میشه 24 تا 2 تا هم توی صدم داریم. حالا اینو بهتون توضیح میدم چطور شد، در ادامه بهتون توضیح میدم. بعد آخر سر همه اینا رو با هم دیگه جمع میکنیم: 1 به اضافه 8 دهم به اضافه 3 دهم به اضافه 24 صدم. حالا ما یاد گرفتیم که در جمع و تفریق اعداد اعشاری میتونیم بعد از عدد صحیح ها صفر بعد از ممیز قرار بدیم، یعنی مثلا اینجا، و بعد از خود اعداد اعشاری هم میتونیم صفر پایانی بعد از ممیز قرار بدیم. حالا راحت تر این جمع رو انجام میدیم: 0 به اضافه 4 میشه 4، 8 و 3 میشه 11، با 5 میشه 8 به اضافه 3 میشه 11، با 2 میشه 13، یکیش میره بالا، این هم برابر میشه با 2 ممیز 34 صدم. پس عددی که ما در اینجا به دست آوردیم برابر با 2 ممیز 34 صدم بود. خب حالا همین رو بیاید تبدیلش کنید به اعشار دیگه. 2 عدد صحیح رو داریم، 34 صدم رو هم مینویسیم جلوش. پس ببینید بچه ها دقیقاً همین چیزی رو که ما در فصل کسرها یاد گرفتیم اینجا داریم تکرار میکنیم. خب منتها به صورت اعشاری داریم مینویسیمش. بریم سراغ مورد بعدی: ضرب عدد صحیح در عدد اعشاری به کمک محور. باز 2 مرتبه ما در فصل کسرها یاد گرفتیم که زمانی که یک عدد صحیح رو مثل 3 در یک عدد کسری یا اعشاری میخوایم ضرب کنیم، ضربمون رو تا میخونیم. خب یعنی من به اندازه 3 تا فلش 6 دهمی باید برم جلو. به محورم نگاه میکنم، محورم رو شماره گذاری میکنم: 0 1 2 تا همینجا کافیه، بیشتر از این دیگه لازم نیست. حالا به اندازه 3 تا 6 دهم باید برم جلو: 1 2 3 4 5 6، این میشه یه دونه 6 دهم. پس با محور اول یا با فلش اول یه دونه 6 دهم رو نشون میدم. با فلش دوم حالا فرقی نمیکنه، اینو اگر بخواید همش رو با یه رنگم بکشید مشکلی نیست، ولی من برای اینکه شما بهتر بفهمید از رنگ‌های مختلف استفاده میکنم. با فلش دوم باز 2 مرتبه در ادامه قبلی به اندازه 6 دهم میرم جلو: 1 دهم 2 دهم 3 دهم 4 دهم 5 دهم 6 دهم، یعنی اینجا میشه. فلش هم رو رسم میکنم و با فلش بعدی هم 2 مرتبه به اندازه 6 دهم: 1 2 3 4 5 6 دهم، اینجا میشه. حالا در پایان به کجا رسیدم؟ 1 دهم 2 دهم 3 دهم 4 دهم 5 دهم 6 دهم 7 دهم 8 دهم. پس به 1 ممیز 8 دهم رسیدم. یعنی به کمک محور هم ما از این طریق میتونیم یک ضرب کسری رو، یک ضرب اعشاری رو انجامش بدیم. بریم سراغ مورد بعدی. خب رسیدیم به ضرب فرایندی. ببینید بچه ها، من یه شعر بهتون میگم، به کمک همین شعر میتونید مدل ضرب فرایندی رو یا همون محاسباتی رو یادش بگیرید و اونم اینه که حالا اینجا مینویسم براتون: برای ضرب اعشار
ممیزا رو بردار. برای ضرب اعشار ممیزا رو بردار، ضرب تو انجام بده. حالا بیا تو بشمار. اول من بنویسم این شعر رو. رقم‌های اعشار رو با همدیگه جمعش کن. توی حاصل از سمت راست جداش کن. خب یه بار میخونم این شعر رو. برای ضرب اعشار ممیزا رو بردار، ضرب تو انجام بده. حالا بیا تو بشمار. رقم‌های اعشار رو با هم دیگه جمعش کن، توی حاصل از سمت راست جداش کن. این یعنی چی؟ ببینید بچه دقیقاً طبق همین شعر پیش میریم. گفته برای ضرب اعشار ممیزها رو بردار. من الان ممیزهای این رو برمیدارم، یعنی به جای 3.8 می نویسم 38. به جای 2.3 می نویسم 23. ممیزها رو قرار شد برداریم دیگه. خب گفته برای ضرب اعشار ممیزها رو بردار، ضرب تو انجام بده. حالا ضربمون رو انجام میدیم. خیلی عادیه دیگه. 3 8 میشه 24 تا 2 داریم توی ذخیره، 3 تا 9 تا با 2 تا میشه 11 تا. میریم سراغ ردیف بعدی، چون 10 گانه باید یه دونه صفر قرار بدیم. 2 8 میشه 16 تا، 6 رو میذاریم، یکش میره ذخیره. 2 3 تا میشه 6 تا، با یکی میشه 7 تا. حالا اینا رو با هم دیگه جمعشون میکنیم. 4 7 اینم برابر میشه با 8. خب حالا بریم سراغ ادامه شعرمون. گفته بود ضرب تو انجام بده. حالا بیا تو بشمار. چیا رو باید بشماریم؟ رقم‌های اعشار رو. الان بچه‌ها اینجا رو نگاه کنید. ما چند تا رقم اعشاری داریم؟ اینجا یه دونه، اینجا هم یه دونه. پس در مجموع ما 2 تا رقم اعشاری داریم. گفته رقم‌های اعشارت رو بشمار، با هم دیگه جمعش کن. ما گفتیم 2 تا رقم اعشاری داریم. درسته بچه‌ها؟ توی حاصل از سمت راست جداش کن. حالا میایم همین حاصلی رو که به دست آوردیم، یعنی 874 رو می نویسیم. به تعداد رقم اعشاری که اینجا داشتیم بهش رقم اعشار میدیم، از سمت راست جدا میکنیم. 1 2. چون ما اینجا 2 تا رقم اعشاری داشتیم در عامل‌های ضربمون، اینجا هم توی حاصل ضربمون باید 2 تا رقم اعشاری داشته باشیم. به همین سادگی. یه بار دیگه توضیح میدم. ما برای ضرب اعشار اول ممیزها رو در نظر نمیگیریم، یعنی به جای 3.8 می نویسیم 38، به جای 2.3 می نویسیم 23. بعد ضربمون رو انجام میدیم، حاصلش میشه 874. حالا همین 874 رو می نویسیم، با خودمون میگیم آقا ما چند رقم توی اعشار داشتیم؟ یه رقم، 2 رقم. پس بنابراین توی حاصل ضربمون هم باید 2 رقم رو در اعشار داشته باشیم. به همین سادگی. بعدی رو چطور انجام میدیم؟ بعدی بچه‌ها یه دونه نکته داره. برای ضرب اعشار ممیزا رو بردار، ضرب تو انجام بده. خب ما ممیز اینو برداریم میشه 108، ممیز اینو برداریم میشه 9003. اما توی ضرب ما باید بزرگه رو بالا بنویسیم، یعنی 9003 رو باید بالا بنویسیم، بعد 108 رو بنویسیم. تنها نکتهش اینه. بعضی وقتا به همچین مواردی برمیخوریم. حالا ضرب انجام میدیم. 8 تا میشه 24 تا 2 داریم توی ذخیره، این میشه 2 8 0 تا میشه 0 تا 9 8 تا میشه 72 تا. به اضافه میریم سراغ این ردیف، همش برابر با 0 دیگه، من نمی نویسم که وقتم تلف نشه. ردیف سوم صدگانه، پس 2 تا 0 باید براش قرار بدم. 1 3 تا میشه 3 تا، 1 0 تا 0 تا، 1 0 تا 0 تا، 1 9 تا هم میشه 9 تا. حالا همه اینا رو با هم دیگه جمعشون میکنم. 4 2 3 2 7 9. الان همین عددی که اینجا دارم رو می نویسم. خب به این صورت. یه بار بریم از شعر کمک بگیریم. برای ضرب اعشار ممیزا رو بردار. آقا ممیزا رو برداشتم، ضرب تو انجام بده، ضربم رو انجام دادم. حالا بیا تو بشمار رقم‌های اعشار رو. رقم‌های اعشار رو میشمارم. الان اینجا یه دونه رقم اعشار دارم، اینجا 2 تا و اینم میشه 3 تا. پس در مجموع ما 3 تا رقم اعشاری توی عامل‌های ضربمون داریم. 3 تا اعشاری. خب پس ممیزمون رو هم اینجا ادامه شعر با هم دیگه جمعش کن، توی حاصل از سمت راست جداش کن.
پس توی حاصل ضربمون هم باید 3 تا از رقم هامون رو در اعشار قرار بدیم. از سمت راست هم گفتیم جدا میکنیم. 1 2 3. پس ممیز رو اینجا باید ما قرار بدیم، یعنی حاصل این ضرب برابر میشه با 972 ممیز 324 هزارم. پس به این طریق ما ضرب فرایندی رو انجام میدیم. بریم سراغ 2 تا مثال دیگه. خب اینجا برای ضرب اعشار ممیز و بردش دار، ضرب تو انجام بده. 6 ضرب در 11، 6 ضرب در 11 میشه 66. حالا بیا تو بشمار رقم های اعشار رو. اینجا چند تا رقم اعشاری داریم؟ یه دونه، اینجا یکی، اینم یکی، در مجموع 3 تا رقم اعشاری داریم. خب پس 3 تا رقم هم باید توی ممیز داشته باشیم. منتها سوال میپرسید، میگی آقا ما اینجا کلا 2 رقم داریم. خب ببین، زمانی که تعداد رقم های اعشاریمون بیشتر از حاصل ضربمون شد، ما باید جایگاهاشون رو قرار بدیم. میگیم اینجا یه دونه، اینجا 2 تا رقم اعشاری، اینجا 3 تا رقم اعشاری، اینجا ممیزمون رو میذاریم و قبلش یه دونه صفر. حالا همه جا خالی ها رو باید صفر بذاریم دیگه، یعنی حاصل این ضرب برابر میشه با 66 هزارم. به همین سادگی. بعدی هم بچه‌ها به همین ترتیبه. برای ضرب اعشار ممیز و برش دار، ممیز رو برمیداریم، این میشه 108، این برابر میشه با 3. ضرب تو انجام بده. ضرب رو انجام میدم. 3 8 میشه 24 تا 2 داریم، این میشه 2 3 یکی هم میشه 3 تا 324. حالا همین 324 رو اینجا می نویسم. خب الان با خودم میگم من نوبت این رسیده که تعداد رقم های اعشاریم رو بشمارم. اینجا یه دونه، این 1 2 3، در مجموع 4 تا رقم اعشاری دارم. پس ممیز من هم باید به گونه‌ای قرار بگیره که 4 تا رقم بعد از اون قرار داشته باشه. خب ما اینجا فقط 3 تا رو داریم، یعنی ما اینجا فقط میتونیم مثلا 324 رو قرار بدیم. پس به جای این قبلش باید یه دونه صفر بذاریم، یعنی عددی که ما داریم یه همچین چیزی میشه، برابر میشه با 324 10,000. به همین سادگی. حالا بریم سراغ اسلاید بعدی. ضرب سرعتی، ساده کردن صفر با ممیز. ببینید بچه‌ها، الان میخوام یه روشی رو بهتون یاد بدم که سرعت شما رو در حل ضرب‌های اعشاری خیلی بیشتر میکنه و محاسبتون رو هم ذهنی میکنه. ببینید بچه‌ها، ما اگه بخوایم الان از روش قبلی این ضرب رو انجام بدیم، میگیم خب 400 ضرب در 2 درسته، برابر میشه با 800. خب حالا تعداد رقم های اعشاریمون رو میشماریم. یه دونه رقم توی اعشار داره، پس اینجا یه دونه ممیز میذاریم و جوابمون میشه 80. صفر بعد از ممیز هم که خوانده نمیشه. خب از روش عادی بخوایم این کار رو انجام بدیم اینطوری میشه و خیلی طول میکشه. این ما دنبال روش هایی هستیم که سرعتمون رو بیشتر کنه. خب حالا چی کار میکنیم؟ ببینید بچه‌ها، تعداد ممیزها و تعداد اعشاری‌ها و صفرها رو میشماریم. ما الان اینجا 2 تا صفر پایانی داریم، پس من مینویسم 2 تا صفر، حالا پایانی دیگه شما در نظر بگیرید، داخلی ها مهم نیستن. و چند تا رقم اعشاری هم داریم؟ یه دونه رقم اعشاری، درسته؟ الان من برای اینکه این ضرب رو انجام بدم میگم بدون در نظر گرفتن صفرها و ممیزها. من اگه اینجا صفر و ممیز رو در نظر نگیرم، ضربم تبدیل میشه به 2 ضرب در 4 دیگه، 2 4 تا میشه 8 تا. خب حالا میام برایند صفرها و اعشارها رو مقایسه میکنم. ما 2 تا صفر داریم، یه دونه اعشار، پس تعداد صفرها یکی بیشتره. صفرها یه دونه بیشتر هستن بچه‌ها، درسته؟ پس اینجا چون تعداد صفرامون بیشتره، یه دونه صفر میذاریم این جلو، یعنی جواب ما برابر میشه با 80، همون 80 که قبلتر به دست آوردیم. خب پس بچه‌ها یه بار دیگه توضیح میدم. برای اینکه یک عددی که صفر پایانی داره رو در یک عدد اعشار ضرب کنیم، اول صفرها رو در نظر نمیگیریم. خب مثلا اینجا صفر و ممیز رو در نظر نمیگیریم. خب ضربمون رو انجام میدیم، بعد به تعداد صفر و ممیزا نگاه میکنیم. اگر تعداد صفر و ممیزا با هم برابر بود که همه با هم ساده میشن. اگر تعداد صفرها بیشتر بود، به تعدادی که صفرها بیشترن باید صفر بذاریم و اگر تعداد ممیزا بیشتر بود، به تعدادی که ممیزا بیشترن باید ممیز بذاریم. به همین سادگی. حالا بعدی رو نگاه کنید. بدون در نظر گرفتن ممیز و صفر پایانی،
ضربمو انجام میدم، 8 یکی میشه 8 تا. خب حالا میگم تعداد صفرها 3 تا هستن، 3 تا صفر داریم، 2 تا اعشار. ببین 1 2 2 تا اعشار. الان شما بگید زور کدوم بیشتره؟ زور صفرها بیشتره یا زور اعشارها؟ خب معلومه یه دونه صفرها بیشترن. خب پس ما اینجا باید یه دونه صفر بذاریم، برابر میشه با 80. گرفتی؟ بریم سراغ 2 تا مثال بعدی. 2000 ضرب در 2000م. خب بدون در نظر گرفتن صفر و ممیز این ضرب رو انجام میدم. 2 تا میشه 4 تا. حالا میگم تعداد صفرهای من چند تا هستن؟ 1 2 3. 3 تا صفر پایانی دارم. تعداد اعشاری هم چند تا هستن؟ میشمارم 1 2 3 تا رقم هم بعد از ممیز دارم، 3 تا اعشاری دارم. تعدادشون الان با هم دیگه چیه؟ برابره. زورشون مساویه، 0 0 مساوی شدن. پس ما اینجا نه صفر میذاریم نه اعشار. بریم سراغ بعدی. دیدید چقدر ساده است؟ 5000م ضرب در 300. خب من میگم بدون در نظر گرفتن صفر و ممیز این ضرب رو انجام میدم. 5 3 تا میشه 15 تا. حالا میگم تعداد صفرها و اعشاری ها رو میشمارم، اونایی که بعد ممیز قرار دارن. چند تا صفر دارم؟ 1 2. 2 تا صفر دارم. چند تا اعشاری دارم؟ 1 2 3 تا اعشاری دارم. خب بنابراین الان نگاه میکنم این تعداد اعشاری ها یه دونه بیشتره. خب یه دونه، پس باید اعشاری به این رقممون اضافه کنیم که میشه 1 و نیم. یه دونه مثال دیگه بزنم برای حالتی که مثلا تعداد ممیزها خیلی بیشتر از صفرها باشه. مثلا بچه اینو داشته باشید 3000م ضرب در 20. خب اینو چطور انجامش میدیم؟ میگیم بدون در نظر گرفتن صفر و ممیز عددمون رو مینویسیم. 3 2 تا 6 تا. 3 2 تا میشه 6 تا. خب حالا به تعداد صفرها دقت میکنم، یه دونه صفر دارم. تعداد اعشاری ها رو هم میشمارم، 1 2 3 تا رقم بعد از اعشار دارم، یعنی اعشاری ها زورشون بیشتره، اعشاری ها 2 تا بیشترن. خب بنابراین ما رقممون باید بعد از ممیز 2 تا اعشار داشته باشه. خب این ممیز، این یه دونش، اینجا هم باید یه دونه صفر قرار بدیم، برابر میشه با 600. به همین سادگی. حالا انشالله سر کلاس مسئله ها و مثال های بیشتری رو حل میکنیم که تسلط شما بر این مطلب بیشتر و بیشتر بشه. امیدوارم که نکات خوبی رو از این فیلم یاد گرفته باشید. خدا نگهدار.